خب سلام دوباره خدمت همه دوستان عزیز. بریم به جلسه دوم از فصل اول بپردازیم. تو این جلسه میخوایم زمانبندی روزانه رو توضیح بدیم که یک دی تریدر تو چه بازه زمانی باید پای سیستم باشه و یک سشن تریدر چطور. ببینید، من اول از همه اگر بخوام یه اندیکاتور رو بیارم، همون CLS تایمینگ که همه شما دارید، یک سری بازه های زمانی به من میده. حالا من کلا این بازه زمانی رو براتون مینویسم. اندیکاتور مختلفی هست برای اینکه زمانبندی روز رو مشخص کنید. ICD کیل زون هست، همین CLS تایمینگ هست. مهم اینه که اون بازه زمانی که داریم کار میکنیم و توی اندیکاتور بیارید. خب یک سشن آسیا رو داریم، یه دونه لندن رو داریم، میدونم نیویورک رو داریم. این سه تا مهمترین سشنایی که هر تریدر باید بدونه و همه شما تو کل کورس‌های اسمارت مانی و مارک فیشر و مایکل و همه اینا رو دیدید. ولی یه سری بازه زمانی متفاوتی داره. اول از همه که تایم زونتون رو به نیویورک بذارید، همیشه -4. و مثلا توی آسیا مایکل میگه که از ساعت 19:30 تا 12:30 به تایم نیویورک بازه آسیاست. اما خب اینو بکنید 18. اینجا رو از CLS استفاده میکنیم. بهتره اون برای این سقف و کف رو در بیاریم. همون یه ذره باعث میشه گاهی اوقات اشتباه کنید. حالا بحث اون 1 ساعت نیست. سشن آسیا از ساعت 18:30 تا 12:30 شبه. اوکی. سشن لندن و اینجا یه نکته داره. حالا توی سشن ها، بخش سشن ها بیشتر در رابطه با این صحبت میکنیم. اما فقط همین رو بدونید که 2 تا 5 صبح نیویورک رو باید به پای سیستم باشید برای لندن و برای نیویورک هم اگر مطالب نقدینگی رو تا حدودی مسلط هستید، میدونید قضیه چیه، میتونید از ساعت 7 تا 10 الی 11 بسته به اون پرایس اکشن روز، گاهی اوقات 10 تا 11 یک اصلاح داریم، گاهی اوقات هم نداریم و یک راست بالا میره، یا اون اصلاح میتونه برای شما یک ستاپ به وجود بیاره که مثلا ساعت 10 10:30 ترید بزنید تا 11 12 نگهش دارید. این بسته به اون روزه، ولی خب ما اینجا میذاریم 7 تا 10 الی 11. معمولا 7 تا 10 یا 8 تا 10 اوکیه براش. اگر با نقدینگی ها اوکی نیستید، یه خورده این محتاطی توی کارتون، پس بهتره 8 تا بیارید. 8 تا 10 برای نیویورک خوبه که معمولا ساعت 8:30 اینطور هم اخبار داریم دیگه. روزی هم که خبر داریم بهتره که ترید نکنید. این سه تا سشن ما. حالا یک شخصی که دی تریدره، از ساعت 2 صبح که لندن شروع میشه تا ساعت 10 11 شخصی که دی تریدره میتونه پای سیستم باشه، سیستم رو آنالیز کنه، ستاپ رو آنالیز کنه و اگر موقعیتی دید بزنه. معمولا 60-70% مواقع توی لندن سقف و کف روز شکل میگیره. برای کسی که دی تریدره خب به این حرکت نیاز داره، چون مارکت حالا مثلا به یک سمتی میره، یک حرکت جداست میزنه اکثر مواقع. این هم همون 60-70% مواقع است، نمیشه گفت اکثر. مثلا بگیم اون ادعایی که میکنه 80-90% مواقع، نه، این درست نیست. خب که مارکت میاد یک حرکت جداسی انجام میده و بعد از اون مثلا به یه سمتی میره. خب یک شخصی که داره تو تایم 15 دقیقه کار میکنه برای دی تریدر بودنش و از 1 دقیقه استفاده نمیکنه، تو همون 5 و 15 هستش، باید این لگ اکسپنشن رو شکار کنه. چرا؟ میتونه تو نیویورک هم کار کنه. مثلا مارکت های جای بالا میاد و میاد یه حرکت اینطوری میزنه، خب این 2 تا کندل میشه و اون شخص مجبور میشه تریدش رو برای روز آینده نگه داره. خب برای روز آینده نگه دارید مهم نیست، چون یک دی تریدر بهتون گفتم امکان داره تریداش توی همون روز و بعضی مواقع به روز آینده موکول شه و توی روز بعدی پوزیشن خودش رو مدیریت کنه و کامل ببنده. ولی توی نیویورک اگر بخواید به عنوان یک دی تریدر کار کنید، اولا که ستاپای زیادی گیرتون نمیاد، این از این. دوما امکان داره از لحاظ روانی به هم بریزید. مثلا توی 8 صبح نیویورک، 8:30 صبح نیویورک ستاپ گیرتون اومده، ترید زدید، میبینید ساعت 14 15 شد، ساعت 10 11 شب تهران شد، شما همش باید برید پای چارت ببینید چی به چیه. بهتره که یه جور ترید بزنید لندن، باز کنید ترید و آخر نیویورک، بعد از ظهر نیویورک اونو ببندید.
بهترین کار همینه. یا اونجا دیگه فری کنید، دیگه ولش کنید. یه چیزی میشه و شما با خیال راحتی به بقیه کاراتون میرسید. این از این. در رابطه با دی تریدینگ حالا بیشتر صحبت میکنیم، ولی حواستون باشه لندن رو حتما حضور داشته باشید. آسیا رو که اصلا نمیخواد مگر اینکه بیدار باشید و جفت ارز آسیایی رو انتخاب کنید. ولی اینکه دی تریدر فقط بخواد توی نیویورک کار کنه، میگم اکثر مواقع با ستاپ خوبی روبرو نمیشه. این بازی که ما اومدیم گفتیم در رابطه با جفت ارز آمریکایی اروپایی، توی لندن چطور باشه، توی نیویورک چطور باشه، و جفت ارز آسیایی و اونم بازم به اون بستگی داره که شما چطوری ترید بزنید. مثلا پوندین باشه، خب اوکی آسیا و لندن رو میتونید ترید بزنید، نیویورک کمتر باشید بهتره، نه اینکه نشه، کلا نیویورک همه رو میتونید بزنید چون یه چیز جهانی اصلا چقدر تبلیغات داره. ولی در رابطه با جفت ارز اروپایی آمریکایی بهتره که این دو تا سشن رو فعال بشید. حتی برای دی تریدر فکر نکنید مثلا دی تریدر یه جوریه که مثلا توی تایم بازی آسیا بخواد ترید بزنه، خیلی کم رخ میده که اون ستاپ خوبو بخواد بگیره. حالا شاید فکر کنید خب خیلی اصلا آسیا بیدار نیستن، چرا من تاکید به این دارم؟ بحث اوردر گذاریه. شما اگر حتی تایم بالا کار کنید و یک مثلا اینجا یک اوردر بلاکی دارید که میخواید روش ترید بزنید تو تایم 15 دقیقه و یه اوردر گذاشتید و استاپتون اینجاها باشه و این اوردر توی بازی زمانی آسیا فعال بشه، امکان داره اسپرد واید بشه و استاپتون رو بزنه و بعد از اون مارکت بریزه. اصلا قیمت اینجا رو تاچ نکرده، خب ولی اسپرد واید شده. مخصوصا 5 دقیقه 10 دقیقه این اتفاق ممکنه بیفته، حالا 15 دقیقه کمتر، ولی اونم باید بهش فکر کنید. از این جهت میگم حتی اگر شما دی تریدرید یا تایم بالا کار میکنید اوردر میذارید توی آسیا حواستون باشه. ولی چرا 4 ساعته اگر اوردرتونه، مثلا اینجا یک بلاک 4 ساعته 1 ساعته دارید، نه اوردرتون رو بذارید چون اونقدی اسپرد واید نمیشه که بیاد استاپتون رو بزنه، ولی 15 دقیقه به پایین و خیلی با حواستون باشه. این از این. و بهتره دی تریدر توی لندن هم باشه و اون ستاپ رو شکار کنه، یعنی اصلش توی لندنه و در راستای لندن توی نیویورک هم کار کنه، چون ما به صورت 100% نمیگیم که توی نیویورک ستاپ نداریم یا همش توی لندنه، تو جفتشه، ولی لندن باید باشید. این از این. در رابطه با سشن تریدینگ چطور؟ ببینید توی سشن تریدینگ بعضی میان میگن ما توی 2 تا بازه هستیم، یعنی یک بازه لندن و یکی نیویورک رو میشینی پای سیستم، 2 تا 5 و حالا 7 یا 8 تا 10 11 پای سیستم هستن. در صورتی که اینم اشتباهه، شما نیاز نیست که دو تا کیلزون رو پای سیستمتون باشید و بخواید اون ستاپ رو شکار کنید، نیازی نیست. خب و یه نکته هم که اینجا هست اینه که ببینید توی دی تریدر امکان داره گاهی اوقات از ساعت 5 تا ساعت همون 7 که یک بازه زمانی 2 ساعت هست که تایم ناهاریشونه، توی سشن تریدینگ ما میگیم اینجا رو کار نکنید، بهتره کار نکنید، وگرنه گاهی اوقات هم هست موقعیت خوبی رو میبینید که توی بازی زمانی 5 تا 7، ولی ما بر اساس احتمالات حرف میزنیم بهتره 5 تا 7 رو ترید نزنید. خب ولی دی تریدر 5 تا 7 هم میتونه پای سیستم باشه چون تایم بالا داره کار میکنه. مثلا این تا ساعت 5 شده، حالا چرا تا ساعت 7 میاد به اینجا، مثلا 6 و نیم میاد میرسه اینجا، خب که تو تایم پایین داری کار میکنی اینجا رو استاپ میخوردی. ولی دی تریدر قشنگ میاد به این اورد بلاک مثلا واکنش میده و از همینجا به سمت پایین ترید میزنه. مثلا میشه 6 و 45 بعد تریدش رو زده و دیگه توی ساعت 7 به بعد پای سیستم بیاد باشه اینجا رو راحت شکار کرده، دیگه اینجا نیاز نیست کنتینیوشن کار کنه که یکی از باگ‌های بزرگ اسمارت مانی هم هست. ولی سشن تریدینگ 5 تا 7 تا نباشید پای سیستم و از همه مهمتر شما میتونید توی یک سشن کار کنید. اصلا نیازی نیست که بگید من لندن رو بلند میشم ترید میزنم و بعدش میام تایم نیویورک. چرا شما میتونید یک برنامه برای خودتون بذارید که توی لندن تریدتون رو شروع کنید، اگر لندن اون استاپ روزانه یا تارگت روزانه‌تون تاچ شد دیگه ول کنید مارکت رو، دیگه نیویورک رو کار نکنید. اما میتونید فقط لندن ترید بزنید یا فقط نیویورک. پیشنهاد من به شما اینه که فقط نیویورک رو ترید بزنید چون اکثر تله‌های روز مشخص شده و توی نیویورک میتونید یه ترید خوب داشته باشید، یکی دو تا موقعیت گیرتون بیاد توی سشن تریدینگ. پس سشن تریدینگ نیاز نیست جفت کیلزون رو پای سیستم باشید، یکیش هم کفایت میکنه، اون یکیش میتونه هم لندن باشه هم نیویورک، اما پیشنهاد من اینه که نیویورک رو ترید بزنید برای سشن. حالا اگر چندین نوع ستاپ کار میکنید، ستاپ روزانه، ستاپ سشن که اون یه بحث دیگه است، خودتون 2 تا 4 تا کنید ببینید کدومش بیشتر براتون میارزه. خب اینم از این. اگر خواستید عکس بگیرید
خب اندیکاتور CLS یا هر اندیکاتور دیگه که ران کردید تنظیماتش رو میایید اینجا دقیقاً درست میکنید. بازی زمانی آسیا 6:30 بعد از ظهر تا 12:30 بامداد. سشن فرانکفورت رو همینطور که میبینید من فعال نکردم و همین لندن اوکیه، ولی اگر بخواید فرانکفورت رو کار کنید ساعت 1 تا 2 که اینجا معمولا حرکت جداست داریم، حرکت فیک داریم و 2 تا 5 هم لندنه، 7 تا 8 هم که نیویورک اوپنه با اینم کاری نداریم، 7 تا 10 هم یا حالا 11 نیویورک. خب حالا اینو که اصلا کار نداریم، ولی فرانکفورت هم اگر خواستید بگیرید میگم 1 تا 2. حالا و این یه قضیه، یه نکته از ICT هم بخوام بهتون بگم اینه که گاهی اوقات میبینید مایکل میگه من از ساعت 1 که لندن ببینید کلا اروپا 1 باز میشه مثلا تا همون 5. گاهی اوقات مایکل میاد میگه من ساعت 2 میام اون حرکت فیکو شکار میکنم، گاهی اوقات 3، گاهی اوقات 1، ولی اکثر مواقع 2 به بعدم. چرا اکثر مواقع مایکل 2 به بعد کار میکنه؟ به خاطر اینکه 1 تا 2 فرانکفورته و 1 تا 2 میتونه اون حرکت فیک باشه که خود بازی زمانی 1 تا 2 برای ما حکم نقدینگی رو داشته باشه و از ساعت 2 به بعد مارکت بیاد حالا یا های یا مثلا لو رو بزنه و به سمت دیگه بره. به این خاطره. ولی خب مایکل نمیاد اینو بگه که چرا ساعت 1 تا 2 کار نمیکنه. یه سری دلایل میاره، یه سری دلایل پرایس اکشنی میاره که مثلا اینجوری شده با ساعت 2 اینجوری شه، اما نه، اصل داستان اینه که 1 تا 2 فرانکفورته. نه اینکه حرف مایکل اشتباه بشه، نه اتفاقا مایکل داره درست میگه ولی دلیل اصلی رو نمیاره. منظورم اینه که میگه آب از دستش نمیچکه. از این جهت 1 تا 2 به این دلیله. خب همین دیگه. پس یادتون باشه که اگر اسکالپرید توی نیویورک اوکیه، همون حرکاتو بگیرید که من اگر اینو درست کنم میبینید که حرکات خوبی رو بهتون داده، چه توی 5 دقیقه چه توی 1 دقیقه راحت میتونید ترید بزنید. اگرم بعد از اون نیویورک رو کار کنید باز دوباره توی این اوردر بلاک به شما ورود داده و اینم از این. و نیاز نیست حتما پای سیستم باشید برای لندن. لندن کلا یه خورده دنبال نقدینگی بیشتره برای اینکه صف و کف روزو بزنه، پس به درد اسکالپ نمیخوره نسبت به نیویورک. نه اینکه لندن بد باشه، لندن عالیه ولی نیویورک عالی تره، به این خاطر میگم. خب اینم از این. تمرین کنید و بریم برای مبحث بعدی. وقت بخیر و خدا نگهدار.